بالاییش پایین تره. ببینید دریلینگ اینجا میبینید زیاد زاویه 45 درجه بین دریل شده ها رعایت نشده، ولی خب بین دیولپمنت ها مسلما باید رعایت بشه. و اما بالای اینقدر منفجر کرده، پایینی هم همینطور میبینید داره لودر بار میکنه ببره بیرون بریزه. خب از بالا تخریب شده، نه تنها ماده معدنی بلکه سنگ های بالا، اووربردن و هنگینگ وال، همه در بالا، کل اون قیف بالایی همش تخریب میشه، شروع میکنه به پایین اومدن. خب این شرح روش، حالا جزئیات بسیار زیاده، هم طراحی داره و هم اپریشن که باید صحبت فراوان بکنیم در موردش. اول طبق معمولمون بیایم ما کاربردش رو بگیم. در چه جاهایی کاربرد داره دیگه؟ تو همه روش ها اینو ما صحبت کردیم. در درجه اول شیب خوبه که تو این روش مثل این شکل زیاد باشه، ولی بیایم ببینیم اگر زیاد نباشه چی میشه. فرض بکنیم که این ذخیره ما به جایی که شیب زیاد اونطوری داشته باشه، شیب کم اینطوری داشته باشه. خب همون کار قبلی رو انجام بدیم. این تونل های استخراجی میان جلو، از نظر فنی هیچی پیش نمیاد، مشکلی نداره، فرقی نمیکنه براش که، ولی از نظر اقتصادی مقدار زیادی باطله میاره تو، که اینها باعث میشه روش اقتصادی نشه. پس شیب کم که حالا بعدم به این برمیگردیم، باز دوباره زیاد خیلی باش کار داریم. شیب کم مشکلی نداره، ولی از نظر اقتصادی مسئله داره. شیب یکی از مسائل بود که صحبت میکردیم. مسئله بعدی که صحبت میکردیم مقاومت خود ماده معدنی بود. یک یادآوری تو فکرتون به گذشته بکنین. یادتونه در روش شیرینکیج ماده معدنی لازم بود که خیلی مقاوم باشه، درسته؟ کاتن فیلم تقریبا همینطور. اینجا ببینیم از نظر زیاد مقاوم بودن چقدر باید مقاوم باشه. فقط اینقدر مقاوم باشه که این تونلا که ما حفر میکنیم بیسته. قبول؟ از نظر کم مقاوم بودن چیه؟ اینم یک کرایتریون جدیده، یک صفت جدیدی داریم مطرح میکنیم اینجا. از نظر کم مقاوم بودن چی؟ اینقدر کم مقاوم باشه که وقتی که ما چال زدیم به خوبی تخریب بشه. پس میبینیم که کاملا
وسیعه، یعنی مقدار مقاومت ماده معدنی که میتونه توش کار کرد کاملا زیاده به نسبت بقیه. این از ماده معدنی. یه چیز جدید میخوام اینجا بگیم، یه شرط جدید که تو روش‌های دیگه‌مون نبود، اینه که این هنگینگ‌ها مخصوصاً این طرف بالا نه، چون بالا رو ما زیرش در حقیقت داریم خالی میکنیم، ورتیکال عمودی داره میاد پایین، بغلا باید با زاویه 45 درجه بیان پایین، طوری باشه سنگش که وقتی که این کارها همه انجام شد، یعنی انفجارها همه انجام شد، خیلی مقاومت نکنه به طرف برای پایین اومدن. یعنی خلاصه به صورت یک کانتینیوس کیو بیاد پایین. معمولا میان سنگا، ولی بالاخره جزو شرایط ما به صورت کانتینیوس پیوسته بیاد پایین. میگم در این مورد باز دوباره بعداً صحبت میشه. همه اینها تو نوشته هایی هم که براتون یک نوشته همین امروز فردا پس فردا دوباره نوشته مفصلی براتون ایمیل میکنم که چند تا سوال ازش جواب بدین. اون هم فراوون هست اینها. ما رو روش‌های کیوینگ تأکید زیاد داریم، چون که آینده معادن زیرزمینی ما کیوینگه، نه ما، همه جا، همه دنیا. و غیر از اینه که ذخایر زیرزمینی دنیا در آینده با کیوینگ استخراج خواهند شد، بسیاری از معادن دیگه هم که دارن، معادن سطحی که دارن میرن پایین، به زودی باید بشن زیرزمینی. و تنها روش هایی که میتونن اینا هم مقدار تولید و هم هزینه تولید با سطحی ها قابل مقایسه باشه براشون، روش های کیوینگ تخریبی. ببینید یه معدنی مثلا فرض بکنیم سالی 50 میلیون تن روش معدن سطحی، سالی 50 میلیون تن تولید. خب این حالا میخواد ادامه بده، میخواد باید بره زیرزمینی دیگه، چون عمقش زیاد شده. یک سری امکاناتی در بالای معدن درست کرده، مثلا کارخونه کان‌آرایی. برای چقدر؟ برای 50 میلیون تن. حالا اگه بیاد یک معدنی درست کنه که 10 میلیون تن تولیدش باشه، خیلی ضرر میکنه دیگه ها. پس باید یک روشی پیدا کنه که 50 میلیون تن یا 40 میلیون تن تولیدش بده. تنها روش‌هایی که قابل مقایسه هستن از نظر مقدار تولید و از نظر هزینه بر تن، روش‌هایی که میگه بسیاری معادن در حال تحقیقن که کجا تبدیل کنن معدنشون رو از سطحی به زیرزمینی. الان این بحثه تو دنیا، خدا رو شکر که بودیم و دیدیم که 20 سال پیش میگفتیم تا 20 سال دیگه این کار خواهند کرد، الان شده دیگه که دارن الان تحقیق میکنن که کی بیستن برن زیر، یا دارن دیولوب میکنن زیر رو که حالا از زیر بیان به بالا مثل اینجا. بنابراین آینده خیلی خیلی وسیع پر استفاده روش‌های کیوینگ خواهند داشت. مثالش هم معادن آهن خودمونم از همونان که اونا دیرتر به اونجا میرسه، چون هنوز عمرشون کمه، هنوز عمقشون کمه، ولی بالاخره خواهند رسید. و اما باز خودتون اینا امیدوارم درک کنین، قبول کنین که وقتی که بریم به روش‌های کیوینگ، مخصوصا در ایران، اول با ساب لول کیوینگ شروع خواهد شد به دلایل بسیار مختلف که باید آخر بلاک کیوینگ به من شما بگین یا توی سوال امتحانیتون جواب بدین. به احتمال خیلی زیاد
با روش‌های ساب لول کیوینگ اول شروع میشه، بعد روش‌های کیوینگ انجام میشه. اینه که ما خیلی تاکید داریم روی روش‌های کیوینگ. و اما یک شرط، این شرط کاربرد داریم صحبت میکنیم. یه شرط کاربرد دیگه داره که در سطح زمین نشست انجام میشه. روشی نیست که ما با اون صورت بتونیم نشست روی زمین رو کنترل کنیم، نه، باید پس نشست، یعنی سطح زمین ما باید اجازه نشست بهمون بده. خلاصه این هم که جزو شرایطش هست. خب دایلوشن یا ترقیق، اگر خاطرتون باشه ما توی روش‌های مختلف در مورد دایلوشن یه صحبتی بعضی وقتا کرد. در ساب لول استوپینگ گفتیم اگر که هنگینگ وال محکم نباشه باطله ها میریزه و دایلوشن زیاد میشه. در شیرینکج کمتر دایلوشن، چون که این ماده معدنی شکسته شده هیچ کار نکنه جلو دایلوشن اقلا میگیره دیگه، در حال پایین رفتن داینامیکه، ولی در جلو دایلوشن رو از دو طرف استوب میگیره. در کاتنفیل گفتیم تمیزترین ماده معدنی در تمام روش‌های استخراج میتونه کاتنفیل باشه، که یعنی هیچی دایلوشن، هیچی که حالا هیچ معدنی، یعنی با یه درصد بسیار بسیار کمی دایلوشن. یعنی مثلا میتونیم ما یک کاتنفیل یه طوری کار بکنیم که از آخر که در بالا کارخونه کان آرایی بعد از 10 سال میگیم تو این 10 سال گذشته شما چقدر ماده معدنی اومد بیرون از این کارخونه و برای تولید این ماده معدنی چند تن باطل ریختی بیرون، میتونیم عدد 95% رو به دست بیاریم، 97% رو به دست بیاریم. یعنی باطل تقریبا هیچی نیومده بیرون. و اما این روش دایلوشن جزوشه. چه چیزیست که این با سنگای معدنی ما رو، ماده معدنی ما رو از پایین میاره تو؟ ببینید ما الان میگیم از این تونل ما از اون ته داریم میایم اینجا که رسیدیم میبینیم که یک هایل ماده معدنی اینطوری با زاویه 45 درجه تقریبا ریخته شده. این چیه این پایین؟ چی توشه؟ ماده معدنی و باطله. چه چیزی این ماده معدنی را آورده پایین؟ باطله ها آوردنش پایین. پس نمیشه بگیم که این مثلا باطله های محترمی ماده معدنی بیاریم پایین همونجا باستیم خودتون نیاین، نه، با هم دیگه میام پایین. پس میارش پایین و ما هم میخوایم که بیارش پایین، ما هم میخوایم که بیاد جزو روشه. بریم بعدن حساب بکنیم درصدای خیلی بالا، 70-80% باطله. پس باطله داشتن دایلوشن جزو روشه. یعنی باید یک طوری باشه این شرایط ما، کارخونه کان آراییمون، ماده معدنیمون، شرایط خودمون، که دایلوشن قابل قبول باشه. خب یک کلمه دیگه ما داریم که با دایلوشن نزدیک به هم دیگه مربوطه، اورلاس، هدر شدگی ماده معدنی. یادتونه ما گفتیم که ریکاوری به دو مطلب بستگی داره. یکی ماده معدنی که به عنوان پیلار ما میذاریم، یادتونه؟ یکی گفتیم ماده معدنی که استخراجش میکنیم ولی نمیتونیم ببریم بیرون. خب این
حالا بگین لودر اومده اینجا. بیل اولی که لودر میبره بیرون، الان همین الان منفجر کردیم دو ردیف و لودر شروع کرده به بیرون بردن. بیل اولی که میبره بیرون فرض کنیم 100% توش ماده معدنی. بیل دوم 98% ماده معدنی، 2% هم باطله. بیل سوم 92% ماده معدنی. بیل چهارم پنجم تا بالاخره میرسه به یه جایی که دیگه فرض کنیم ما محاسبه کردیم تا حتی 20% ماده معدنی میصرفه ببریم بیرون، ولی دیگه 19% نمیصرفه. پس وقتی که رسید به 20% باید دیگه متوقف کنیم. وقتی که ما متوقف کردیم یعنی چی؟ یعنی یک مقداری ماده معدنی که کمتر از 20% در بالا باقی مونده. ها؟ میخوام صفر بشه اورلاسمون چقدر باید ببریم؟ چند تا بیل باید ببریم؟ ها؟ بی نهایت که صفر بشه. صفر که نمیتونه بشه که. پس باید خودمون یه مقدار معینی ماده معدنی که استخراج شده رو بذاریم اون بالا بمونه. پس دایلوشن و اورلاس جزو روشن. اگر به دلایلی هر کدوم اینها رو ما نمیتونیم تحمل کنیم، این روش هم نباید استفاده بکنیم. به هر دلایلی ممکنه یه وقتی قانون در یک کشوری بگه شما حق ندارین ماده معدنی رو از این درصد بیشتر هدر بکنین، هر چیزی به هر دلیلی اصلا میخوام این دایلوشن که خیلی خوب ماده معدنی با باطله میره بیرون و ما اینا رو از هم دیگه جدا میکنیم. خب اگه جدا نشد چی؟ شاید جدا نشدنی باشه از هم دیگه. به این دلایل، به هر دلیلی. یه شرط دیگه هم که الان میگیم ولی بعداً خیلی مفصل‌تر خودتون خواهید فهمید چرا این حرف رو میزنیم، اینه که ماده معدنی در این روش با باطله حتی الامکان قابل تشخیص باشن از هم. چون ما اینجا اومده تو این شکل سیاه و سفید کشیده، یعنی بهترین حالت دیگه سیاه و سفید، ولی ما میگیم 20% تا 20%. کی میخواد تشخیص بده 20% کجاست؟ خیلی کار سختیه. بعداً خواهیم دید راه دیگه هم به اون صورت وجود نداره، هست ولی به اون صورت وجود نداره. اینا شرایط کاربرد فعلا، تا بعداً باز دوباره برگردیم بهش. و ما یک مطلب دیگه هم اینجا 2 دقیقه اگه شما باز دوباره اینو خاموش کنید لطفاً. من مهندس دارم من یک چیز دیگه هم بگم. ما تو روش‌های دیگه همونم این صحبت رو کردیم، گفتیم اگر که ذخیره این باشه، یعنی یک رگه پهنی باشه، محدود باشه، لود باشه، اینا خب به این طریق. خب اگر به این طریقه باشه، دیدیم که یک مخروطی در بالا تو اون شکل دیدیم تشکیل میشه که یه بار دیگه روشن بکنم. نمیشه ولش کنم.